سلام به شما شنوندگان عزیز. امروز داستانی برایتان تعریف می کنم که شاید بسیاری از شما در زندگی خود اون را تجربه کرده اید یا حتی در دنیای اطراف خود دیده اید. داستانی از خیانت، گم شدن در دنیای اشتباهات، در نهایت پیدا کردن خود در میان دردها. این داستان معماهایی دارد که در طول مسیر به دنبال پاسخهای آن خواهید بود، اما در نهایت نتیجه‌ای که از آن خواهید گرفت شما را به تفکر وادار خواهد کرد. همراه من باشید تا به پایان این داستان برسیم و از آن درس بگیریم. این داستان را از زبان خودش تعریف می کنم. من مهسا هستم. زندگیم همیشه روال عادی خودش را داشت. ازدواج کرده بودم و با همسرم مهدی به خوبی زندگی می کردیم. او مردی مهربان و مسئولیت پذیر بود. همیشه در کنار هم بودیم و دنیای کوچکمان پر از صمیمیت بود. تا اینکه یک روز در یک مهمانی دوستانه با اشکان آشنا شدم. اشکان مردی بود که در نگاه اول توجه هر کسی را به خود جلب می کرد. خیلی زود متوجه شدم که او فردی جذاب، خوش صحبت و پر انرژی است. در آن شب وقتی مهدی به دلایلی مجبور شد زودتر از مهمانی برود، اشکان به من نزدیک شد و شروع به صحبت کرد. او خیلی صمیمی بود، از آن دست آدم‌هایی که می‌توانند در مدت کوتاهی قلب شما را تسخیر کنند. حرف‌هایش آرام بخش بود و من که همیشه در دنیای خودم غرق شده بودم کم کم به او علاقه‌مند شدم. ارتباط من و اشکان شروع شد. ابتدا فکر می‌کردم که فقط یک دوستی ساده است، اما خیلی زود متوجه شدم که این رابطه از مرز دوستی عبور کرده. پیام‌ها و تماس‌های شبانه، جلسات بیخبر از همسرم، همه چیز در حال پیشرفت بود. اشکان با من صحبت می‌کرد، به من احساس خاص بودن می‌داد و من گم شده بودم. نمی‌توانستم از او دست بکشم، هرچند که در دل می‌دانستم این اشتباه است. هر بار که به خانه می آمدم مهدی با محبت از من استقبال می کرد و من با احساس گناه و پنهانکاری به او نگاه می کردم. او هیچ چیزی از این تغییرات در من نمی دانست. می دانستم که در حال خیانت به او هستم، اما در آن لحظات احساساتی که از اشکان دریافت می کردم مرا غرق کرده بود. یک روز وقتی داشتم با اشکان در پارکی قدم می زدم، مهدی به طور ناگهانی ما را دید. او از دور مرا با اشکان دید و آن لحظه چشمانش به یک باره تغییر کرد. نگاهش از مهر و محبت به سردی و غم تبدیل شد. من که نمی توانستم خودم را در آن موقعیت توجیه کنم، بلافاصله سعی کردم چیزی بگویم، اما مهدی سکوت کرد و بدون گفتن کلمه‌ای از آنجا رفت. با دلی پر از اضطراب و شرمندگی به خانه برگشتم. مهدی در خانه منتظرم بود. او چیزی نگفت، اما نگاهش پر از سوالات بی جواب بود. در سکوت من لب به اعتراض گشودم و همه چیز را برایش توضیح دادم. اشکان، رابطه‌ام، خیانت‌هایم. مهدی هیچ کلمه‌ای از دهانش بیرون نیامد، اما چشمانش پر از اشک شد. آن لحظه برای من لحظه‌ای بود که دیگر نمی‌توانستم به خودم نگاه کنم. مهدی از من فاصله گرفت. رابطه من دیگر هیچ وقت مانند گذشته نشد. او سعی کرد از من دوری کند و هر روز بیشتر از قبل از من فاصله گرفت. من که خود را در این اشتباهات گرفتار کرده بودم، تلاش کردم که او را متقاعد کنم. سعی کردم جبران کنم، اما مهدی باور نمی کرد. من نمی توانستم برایش توضیح دهم که اشتباهاتم از سر سادگی بودند، زیرا می دانستم که او دیگر به من اعتماد نخواهد کرد. مدتها به دنبال فرصتی بودم تا در دل خود تغییر کنم. تصمیم گرفتم که زندگیم را از نو بسازم. تلاش کردم که خودم را پیدا کنم بدون اینکه وابسته به کسی باشم. در این مدت کتاب‌هایی خواندم، به روانشناسی مراجعه کردم، سعی کردم که مسئولیت اشتباهاتم را بپذیرم. گذشت زمان به من آموخت که خیانت نه تنها رابطه‌ها را از بین میبرد، بلکه خود فرد را هم نابود میکند. در طول این سالها من یاد گرفتم که اشتباهات
اشتباهات تنها بخشی از زندگی اند، اما مهمتر از همه نحوه جبران و یادگیری از آنهاست. مهدی در نهایت مرا بخشید، اما این بار هیچ چیز مانند گذشته نبود. من یاد گرفتم که هیچ چیزی ارزش نداشت که بر پایه خیانت و پنهانکاری بنا شود. صداقت و اعتماد و احترام ستونهای هر رابطه فردی هستند که نباید آنها را فراموش کرد. خیانت به همان اندازه که به دیگران آسیب میزند، به خود فرد هم صدمه میزند. هر اشتباه، حتی اگر از سر سادگی یا هیجان باشد، میتواند تبعات بسیار سنگین به همراه داشته باشد. از این رو بهترین راه در زندگی صداقت، خودآگاهی و مسئولیت پذیری است. زندگی کوتاه است، پس چرا باید آن را با خیانت و پنهانکاری هدر دهیم؟ هر انتخابی که می‌کنیم آینده ما را می‌سازد.